درود بچه‌ها، حالتون چطوره؟ سوختن هیدروکربن ها یک تعدادی نکات کاربردی داره که اگر شما بلد باشید خیلی سریعتر میتونید به جواب برسید. اول یک نکته رو بگم که فقط دونستن این نکات کافی نیست. شما باید به تعداد کافی از هر نکته تست بزنید که تثبیت بشه تو ذهنتون و کاربردی یاد بگیرید. اینکه فقط نکات رو شما یک جایی خونده باشید یا یک نفر براتون بگه کافی نیست. شما باید خودتون از نکات تست بزنید. یکی از نکاتی که توی این سوالی که امروز می‌خوایم حل کنیم وجود داره اینه که در هیدروکربن هایی که تعداد هیدروژن برابری دارن در اثر سوختن مقدار آب برابری هم تولید میکنن. چرا؟ چون در واکنش سوختن هیدروکربن ها موازنه آب بر اساس تعداد هیدروژن هیدروکربونه. به عنوان مثال اگر یک هیدروکربن داشته باشیم که به تعداد N کربن داشته باشه و به تعداد M هم هیدروژن، این اگر که با گاز O2 واکنش سوختن رو انجام بده کربن دی اکسید تولید میکنه و آب. که اگر بخوایم این رو ما موازنه کنیم، خب ببینید ما اینجا با مقدار آب کار داریم و سمت راست 2 تا هیدروژن، سمت چپ به تعداد M ما هیدروژن داریم که اگر بخوایم موازنه کنیم باید یک ضریب M دوم اینجا قرار بدیم و خب از اینجا معلومه که موازنه آب فقط بر اساس تعداد هیدروژن های هیدروکربن. یا اگر بخوایم کربن دی اکسید رو موازنه کنیم، ما سمت چپ به تعداد N کربن داریم، پس سمت راست هم ضریب CO2 N میشه. بنابراین میشه این نکته رو هم گفت که هیدروکربن هایی که تعداد کربن برابری دارن در اثر سوختن مقدار کربن دی اکسید برابری هم تولید میکنن، یا اگر سوختن ناقص باشه مقدار کربن مونوکسید برابری هم تولید میکنن. سوال میگه که مخلوطی به حجم 33.6 لیتر از گازهای بوتن و پروپان در شرایط استاندارد با نسبت حجمی 4:5 در اختیار داریم. از سوزاندن کامل این مخلوط چند گرم آب به دست میاد؟ خب روش حل تشریحی و اصولی این تیپ سوالات اینه که ما بیایم اول معادله تشکیل بدیم و مقدار هر کدوم از گازها رو به دست بیاریم، بعد معادله سوختنشون رو بنویسیم، موازنه کنیم و مقدار آبی که تولید میکنن رو به دست بیاریم و در نهایت با هم جمع کنیم. اما خب یک مقدار وقتگیر هستش این روش. اگر که ما به فرمول مولکولی این دوتا گاز توجه کنیم، بوتن یک آلکن C4 H8 هستش و پروپان هم یک آلکان C3H8. همونطور که میبینیم این دوتا هیدروکربن هیدروژن برابری دارن، جفتشون 8 هیدروژن دارن، بنابراین در اثر سوختن هم باید مقدار آب برابری تولید کنن. خب اگر معادله سوختن این دوتا هیدروکربن رو بنویسیم، چون ما اینجا فقط مقدار آب رو میخوایم، فقط H2 رو موازنه میکنیم. برای بوتن 8 هیدروژن سمت چپ، سمت راست 2 تا 4 ضرب میکنه و برای پروپان هم 8 هیدروژن سمت چپ، سمت راست 2 تا 4 ضرب میکنه. پس میبینیم که موازنهشون برای آب ضریب 4 میگیره و از سوختن هر مول از هر کدوم گازها 4 مول آب تولید میشه. که خب دیگه لازم نیست اینجا تعیین کنیم چقدر از این حجم گاز مربوط به بوتن هستش و چقدرش مربوط به پروپان، چون از سوختن هر مول از هر کدوم 4 مول گاز تولید میشه. بنابراین میتونیم خیلی راحت با تشکیل استیکیومتری ما این سوال رو حل کنیم. 33.6 لیتر گاز داریم که در شرایط استاندارد 22.4 لیتر گاز 1 مول هستش و از سوختن 1 مول از هر کدوم از گازها هم 4 مول آب تولید میشه. خب چون جرم آب رو خواسته، هر مول آب هم 18 گرم هستش که ما اگر ساده کنیم در نهایت این میشه 1.5 در 4 که میشه 6 و 6 در 18 هم که میشه 108 گرم آب. بنابراین خیلی راحت ما سریع به جواب رسیدیم و خب اگر این تیپ نکات رو بلد باشیم و اینکه حتما ازشون تست زده باشیم، خیلی راحت میتونیم سوالات رو جواب بدیم. اما خب لازمه این که ما بتونیم از نکات استفاده کنیم اینه که به اندازه کافی ازشون تست بزنیم. شما با تست زدن فقط میتونید مسلط بشید. اگر سوالی بود حتما بپرسید. موفق باشید.